گاهی وقتا پیش میاد که شارژری که داریم به گوشی میزنیم و اینجوری با فاصله وای میسته. دلیلش تنها یه چیز میتونه باشه، یا شارژرمون ایراد داره یا سوکیتمون ایراد پیدا کرده که معمولا از کثیف بودنشه. برای این کار اول باید یه نگاه کنید. من یه بار دیگه دارم تست میکنم این چقدر فاصله داره و به راحتی جدا میشه. برای این کار یه دونه سوزن تو خونه میخواید انجام بدید، خیلی ساده است. یه سوزن رو بردارید، به آرومی اول قسمت پایینش رو تمیز کنید. قسمت پایین حالت دندونه خود سوکت نیستش و کمتر آسیب میبینه و همون بخاطر اول پایین رو تمیز کنید، خیلی آروم و با احتیاط. معمولا داخل خود این سوکت ها فلزیه و به خاطر همین آسیب خاصی نمیبینه، اما سعی کنید فشار زیادی نیارید، به خصوص تو لبه های خود داخل سوکت که اون چیزی که وجود داره اون بالا پایین نشه. بعد به آرامی دورشو و قسمت بالاشو تمیز کنید. تو قسمت بالا باید خیلی احتیاط کنید. قسمت بالایی اصل خود برده قسمت اون سوکت هستش که اتصالات برقرار میشه. اونجاها رو باید به آرومی بدونید که فشار به اون لبه داخلی شارژر بیارید، سوکت شارژ بیارید، اونجا باید خیلی آروم با احتیاط خارجش کنید. این گرد و غبار رو، این پرزایی که داخلش هست باعث میشه که سوکت شارژ کامل داخل نره و گوشی به درستی شارژ نشه، حتی باعث خراب شدن باتریتون هم میشه. روش دیگه هم اینه که تمیز کردنش اینه که اگه گوشیتون IP68 داره، گواهی IP68 یعنی ضد آب داره، اول مطمئن بشید از این قضیه. بعد یه مقدار که اینو تمیز کردید با آب داخلش رو بشورید، ولی حتما قبلش گوشیتون باید فول شارژ باشه، چون اگه شارژ نکرده باشید گوشیتون رو قطعا تا شاید 1-2 ساعت حتی نتونید گوشیتون شارژ کنید تا خوش شدنش. به خاطر همین این روش رو حتما قبلش گوشیتون شارژ شده باشه، وگرنه به مشکل میخورید. ولی خب من خودم گوشیمون چون که دیگه یک بار باز شده و نمیتونم دوباره بشورمش، به خاطر همین ریسک دیگه کار انجام نمیدم. برای گوشی پولوم خوبه. خیلی آروم و آهسته این لبه های گوشه رو باید خیلی با آرومی بدونید که فشار بیارید به داخل خود شارژ، سوکت شارژ. باید خیلی آروم اون لبه ها رو تمیز کنید. سعی کنید بچرخونید توش، یه دور کامل بزنید. بعد از دور زدن کامل داخل اون تیکه اضافه رو خارج کنید. معمولا نگاه کنید پرزها یه گوشه جمع میشن و میتونید راحت اون رو خارج کنید. تمیز کردنش هم بعد از 1-2 سال یعنی دیگه لازم میشه. گوشی تو 1-2 سالی که استفاده میشه داخل جیبتون، داخل کیف یا هر جایی که میذارید معمولا گرد و غبار یا پرزای داخل لباستون واردش میشه. به خاطر همین به مرور یک لایه ایجاد میشه که سوکت داخل شارژ، که سوکتی که میخواید به شارژر بزنید، سوکتی که میخواید به سوکت شارژ رو میخواید وارد کنید، لبش گیر میکنه و کامل وارد نمیشه. وسطاش هم گهگاه میتونید اینجوری تست کنید ببینید لازمه دوباره این کار رو انجام به تمیزش کنید یا نه. بیشتر به خاطر اون لبه هاست که نمیشه تمیزش کرد. لبه ها خیلی سخته، باید خیلی آروم و با حوصله خارجش کنید. اون چرخوندن آروم باعث میشه خیلی از این گرد و غبار خارج بشه، این پرزایی که داخل هست خارج بشه. این کار یه حالت رسوبی داخل شکل ایجاد میشه. روش اصولیش اینه که با پنسه‌ای که برای تعمیرات موبایل استفاده میشه داخلش رو تمیز کرد، اما این روش خونگیه و خواستیم که شما خودتون داخل منزل بدون نیاز به تعمیر و بردن و دادن دست متخصص خودتون انجام بدید. اما خب مسئولیت هر گونه ایراد به عهده خودتونه. خیلی باید با احتیاط باشه و مواظب باشید که به سوکت شارژ آسیبی وارد نکنید. هرچند باری که تمیز کردید یه فوت ریزم داخلش بکنید که اون الباقی داخل چیزی که از خارج بشه، باعث میشه سریعتر تمیز بشه. دقت کنید این گوشه ها خیلی معمولا گیر داره و خودش این باعث میشه که سوکت شارژ به درستی جا نخوره.
الان دقت کنید تمیز شد و دیگه شارژر به درستی جا خورد. قبل اون به راحتی جدا می شد، اما الان کاملا کش میاد و به راحتی در نمیاد. و تمیز شدن نهاییش هم یک بار دیگه داخلش رو نگاه بندازید که اگه چیزی مونده بود خارج بشه. بله کاملا تمیز شد.